با سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز، علیرضا هستم و با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوام روش آنلاین بازی کردن بازی‌های پلی‌استیشن 1 با نرم افزار داک استیشن رو به شما یاد بدم. قبل از اینکه شروع کنیم دو نکته است که باید بگم. یک، تنظیمات بایوس باید به صورت دیفالت باشه. دو، رام و بایوس خودتون و رفیقتون باید یکسان باشه. تمام لینک های مورد نیاز هم در دیسکریپشن قرار دادم. وارد لینک اول میشیم و نسخه مد شده داک استیشن رو دانلود میکنیم. مثل شبیه ساز دلفین نیاز به نصب نداره. فایل ها رو در یک گوشه کپی و نرم افزار رو باز میکنیم. یه سری تنظیمات اولیه داره مثل همه شبیه سازا. رد میشیم. اینجا به بایوس داره اشاره میکنه که من یک گوشه بایوس اینجا ساختم چون نمیخوام داخل درایو سی باشه. اینجا وارد لینک دوم میشیم و بایوس SCPH 1001 رو دانلود و در گوشه بایوس کپی میکنیم. به نرم افزار برمیگردیم. خودش روی اتو دتکت تنظیم شده و دستی نمیخواد چیزی تنظیم کنیم. مورد بعدی جایی که بازی‌ها رو کپی کردیم میخواد که من اینجا بازی‌ها رو داخل یک گوشه به نام پلی‌استیشن کپی کردم. اینجا هم این گزینه رو تایید میکنیم، چیز مهمی نیست. چند مورد بعدی هم باز تایید میکنیم، رد میشیم و یه لحظه کنیم اچیومنت جالب بود. خب تایید میکنیم، رد میشیم. بعد نرم افزار رو میبندیم و وارد لینک سوم میشیم. این فایلایی که دانلود میکنیم رو در محل نصب داک استیشن کپی میکنیم. بازی رو اجرا میکنیم. روی قسمت نت پلی میریم، هاست میشیم، اسممون رو اینجا وارد میکنیم، هر رمزی دلمون خواستن به سرور میدیم. مثل شبیه ساز دلفین حتما ترورسال رو وصل میکنیم و اوکی میزنیم. کدی که بهتون میده رو به رفیقتون بدین تا بتونه جوین بده. وقتی خودتون یا رفیقتون کد رو وارد کردین یک صفحه این شکلی میاد که داره دو طرف رو سینک میکنه. وقتی سینک شد اسم هر کدوم از شما که جوین دادین رو این قسمت مینویسه و تمام. خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. هر کی نظری، انتقادی دارین داخل کامنت ها حتما بهم بگین که کیفیت ویدیوها رو بالاتر ببرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.